تو 50 سال گذشته واقعا چنین بارندگی و چنین حجمی رو در این مدت زمان کوتاه نداشتیم. حالا اما آسمان آنقدر در شمال ایران بارید که رودها طغیان کردند. نوروز سال 98 برای روستاییان استان گلستان خیلی تلخ آغاز شد. از وضعیت 10 روستا در پشت سیل و رانش کوه هنوز خبری نیست و امروز میخوایم به پشت پرده های این اتفاق بپردازیم. نه تنها دسترسی به 10 روستا را قطع کرده که بخش‌هایی از جاده را هم از بین برده است. وضعیت بسیار اسفناک. 2 روزه که کلا این روستای ساسنگ از زارا امام عبدالله آب و برق و گاز کلا قطعه. اونطوری که در خبرهای محرمانه به رسانه پشت پرده رسیده، نتایج جنگلخواری امام جمعه گلستان و پسرش فاجعه سیل در استان گلستان و مازندران رو ایجاد کرد. و این سند محرمانه نشون میده که گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص جنگلخواری امام جمعه گلستان آیت الله نور مفیدی و پسرانش به نماینده مجلس هشدار داده. در این نامه نوشته شده که دلیل بهره برداری فجیع و بیرویه از جنگل‌های گیلان و اهدای رایگان منابع طبیعی به بنیاد نور و حوزه علمی و برخی شرکت‌های وابسته به اون چیست؟ چون آدم سریعی هستین، چند درصد از این ویلاها متعلق به آقایون آقازاده هاست؟ حالا ببینید، درصد من نمیتونم تعیین بکنم، ولی واقعیت این هستش که همونطور در گزارش هم ما دیدیم، خب نوعاً اینها ساکن نیستن اونجا. یعنی بیش از 80% ساکن نیستن، افرادی هستن یا جاهای دیگه حتی خارج از استان رفتن، بالاخره با همین روابطی که داشتن یا با هزینه‌ای کردن. اگر سری به آرشیو بزنیم، قبل از انقلاب شمال ایران و جنگل‌های شمال سرسبز بود. جنگل‌خواری صورت نمی‌گرفت. در اون زمان نزدیک 3 میلیون هکتار از جنگل‌های شمال تحت نظارت و کنترل دولت قرار گرفت و اجازه هر گونه دخل و تصرف افراد از جنگل‌های شمال ممنوع شد. جنگلی که ما شمال داریم خیلی قشنگه. اما اون چیزی که مشخصه بعد از انقلاب و در طول این 40 سال آقازاده‌ها و فاضلابزاده‌ها تا تونستند دزدی کردند و حتی از جنگل‌خواری هم نگذاشتند. به طوری که به گفته مدیر کل امور زیستگاه‌ها و امور مناطق کشور در سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف 4 دهه اخیر حداقل 2 میلیون هکتار از جنگل‌های کشور به نام‌های مختلف از بین رفته. اگر به تصاویر هوایی سیل‌های گذشته و همین فاجعه اخیر در استان گلستان بپردازیم، متوجه میشیم که بخش‌های بزرگی از استان گلستان به دلیل تخریب جنگل‌ها و بستر رودها به زیر آب رفته و هزاران نفر رو آواره و متضرر کرد. ولی مانند تمام بلایای آسمانی و زمینی و طبیعی و غیر طبیعی این 30-40 سال گذشته هیچ کس پاسخگو نیست. این شهر آقلاست که به کل زیر آب رفت و این یکی از صدها نتایج جنگلخواری و تخریب محیط زیست. کل منافع جنگل‌های گلستان که بیش از 40 سال انحصاراً به امام جمعه گلستان میرسه. جالب بدونید که بین اهالی شمال امام جمعه گلستان معروف به سلطان جنگله. البته نه اون سلطان جنگل شیر، سلطان جنگلی که جنگل خالی بود. فساد تو جمهوری اسلامی چپ و راست نمیشناسه، هم چپ هم راست درش به شدت درش دخیلن. اصلا اینجوری نیستش که بگیم مثلا چون آقای نور مفیدی چپه مثلا فرق نمیکنه. در خصوص فساد جنگل خالی بخوام صحبت کنیم، اطلاعات به اندازه کافی دارم از چپ و راست، از یزدی 3000 هکتاری خلیل محله بهشهر دارم یا تا دیگری. آیت الله نور مفیدی یکی از کسانی بود که به طرح تنفس جنگل‌ها اعتراض کرد. اون به همراه 2 نفر دیگه از امامان جمعه ساری و رشت در نامه‌ای از مجلس خواستن که جلوی این طرح گرفته بشه که این خودش سوء ظن‌ها رو نسبت به جنگل‌خواری اون و فرزندانش تقویت کرد. او مسئول مستقیم نابودی جنگل‌های گلستان. اما جالبه بدونید که سید مصطفی نور مفیدی فرزند آیت الله سید کاظم نور مفیدی امام جمعه گرگان یکی از عوامل اصلی جنگلخواری و به وجود اومدن فاجعه سیل گلستانه که به سلطان جنگل معروف شده، چرا بازداشت و محاکمه نمیشه؟ او با حکم پدرش اقدام به تأسیس 20 شرکت برای نابودی جنگل‌های گلستان کرد. بله، 20 شرکت. اسناد شرکت ها رو هم روی تصویر میبینید و 40 ساله که درختان این جنگل ها رو به شکل اسفباری نابود کردند. اما سمت هایی که سید مصطفی نور مفیدی فرزند آیت الله سید کاظم نور مفیدی داشته شاید براتون جالب باشه. رئیس هیئت مدیره بنیاد نور گرگان، عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان،
عضو هیئت مدیره شایانراه گلستان، عضو هیئت مدیره کیمیا روکش گلستان، عضو هیئت مدیره مدرسه علمی الزهرا گلستان، عضو هیئت مدیره تخت فشرده ممتاز گلستان، عضو هیئت مدیره کارخانجات خوراک دام و طیور گلستان، کشتارگاه صنعتی طیور گلستان از شرکت‌های اقماری نورمفید، راشبینه گرگان از شرکت‌های اقماری گروه نورمفیدیه، سبزگستر راش گرگان از شرکت‌های اقماری فرزند آیت الله سید کاظم نورمفیدی امام جمعه گرگان، صنایع چوب صندل گرگان و بیش از 10 شرکت دیگه‌ای که تا الان اسناد و مدارکش بیرون نیامد. گفته میشه مساحت جنگل‌های شمال در 40 سال گذشته به کمتر از نصف رسیده. وجود بزرگراه‌های متعدد و ایجاد فضاهای تفریحی در مقایسه با 40 سال گذشته باعث شده که بافت جنگلی این منطقه کم کم تبدیل به یک بافت شهری بشه و همین یعنی به صدا در اومدن ناقوس مرگ جنگل‌های شمال. اما اهالی گنبد کاووس که بهشون ترکمن صحرا هم گفته میشه، از پشت پرده زمینخواری و باز شدن سدها اینطوری میگن. مردم و اهالی میگن مسئولین طمعکار ما در قسمت سد گلستان با اینکه میدونستن قرار بارون شدیدی بیاد و حتی هواشناسی چندین بار اعلام کرده بود، باز دریچه سدها رو باز نکردن. چرا؟ چون از طمع فروش آبهای پشت سد به کشاورزان با قیمت‌های نجومی در فصل تابستون سود می‌بردند. و اگر دریچه سدها قبل از بارون باز میشد، حجم بسیاری از آب بارون پشت سد ذخیره میشد و این فاجعه به وجود نمی‌آمد. کشاورزان منطقه معتقدند که ما باید در تابستون آب سد رو که حق خودمون هست رو به قیمت نجومی از مسئولین بخریم تا شالی و هندونه و سایر محصولات رو بکاریم، محصولاتی که هیچ خرید تضمینی هم ندارند. باران به ویژه برای کشاورزان رحمت است، آن هم در کشوری اسیر خشکسالی. حالا اما آسمان آنقدر در شمال ایران بارید که رودها طغیان کردند. اینجا گنبد کاووس در شمال ایران است، در آستانه سال نو، و این برج معروف آن که 10 قرن است بلندترین بنای آجری جهان است. حجم آب اطراف برج شاید نشان از عمق فاجعه در شهر باشد. آب خیابان‌های مرکزی شهر را چنان گرفته که مردم بعضاً با قایق رفت آمد می‌کنند. باران و سیلاب حالا تا حدود زیادی فروکش کرده، اما آب گرفتگی در بسیاری از نقاط باقی است و خرابی‌های آن دیده می‌شود. خرابی‌هایی که گزارش شده جان بین 2 تا 5 نفر را گرفتند. از جمله در مینودش که سیلاب باعث فرو ریختن دیوار یک خانه شد و جان یک کودک 5 ساله را گرفت. گزارش شده که حادثه مشابه در شهرستان کلاله هم جان یک کودک دیگر را گرفته. آب باران آنقدر پشت سدهای گلستان و بوستان جمع شده بود که ناگزیر آب در رودهای منتهی به دریا رها شد. آب از بستر رودخانه‌ها طغیان کرد و به پل‌ها و خانه‌ها به ویژه در روستاهای پایین دست آسیب زد، نقاطی که دسترسی به آنها آسان نیست. سیل فروکش کرده، اما برخی ساکنان گفتند که نگران رانش زمینند. دلیلش خشکسالی‌های پیشتر و ترک‌های کنار بستر رودخانه‌ها، به ویژه در آخوندآباد، گدم‌آباد، آق‌قلا، بندر ترکمن و سیمین شهر. نوروز است و گنبد کاووس هم آماده شده بود تا برای جشن گرفتن آن 4 نوروزگاه برپا کند. حالا سیل همه را شستو برده و گنبدی‌ها تنها امیدوارند یادشان در این بحران از ذهن مسئولان و دیگر شهروندان شسته نشود. بعد از این حادثه تلخ، اما اهالی مردم شمال گلایه دارند. گلایه از کسایی که جنگل خاری میکنند، گلایه از کسانی که زمین خاری میکنند، گلایه از کسانی که باعث به وجود اومدن این حادثه های تلخ شد. در حال حاضر هم هیچ کمکی از سوی ارگان‌ها به ما نمیشه و بیش از 99% افراد منطقه به صورت خودجوش دارن کمک میکنند. حتی صدا و سیمای استان فقط به چند دقیقه از فاجعه تاریخی بسنده کرد و در حال رقص و آواز و جشن نوروزیه. آیت الله سید کاظم نورمفیدی، امام جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه و عضو مجلس خبرگان رهبری در وبسایت خودش می‌نویسه که کمی بعد از انقلاب خدمت آیت الله خمینی میره و از اون میخواد به منظور انجام امور حوزوی اجازه ورود به عرصه اقتصادی و پولسازی بهش داده بشه و آیت الله خمینی هم طی نامه‌ای با این تقاضا موافقت میکنه و بعد از مرگ آیت الله خمینی جانشین اون آیت الله خامنه‌ای هم این حکم رو تمدید میکنه.
شرکت‌های متعلق به خانواده نور مفیدی بیشتر در صنایع چوب و خدمات وابسته به اون فعال هستند. این شرکت‌ها وابسته به 3 مؤسسه فرهنگی مذهبی میرداماد، بنیاد نور و حوزه علمیه امام خمینی گرگان هستند. این مؤسسه ها هم توسط فرزندان آیت الله نور مفیدی به نام‌های مجتبی نور مفیدی، علی نور مفیدی و مصطفی نور مفیدی اداره میشه و در نهایت تمامی اونها از طرف خود آیت الله نور مفیدی مدیریت میشن.